بخشیده به اعلان گردیدن سالهای 2022-2024 سالهای رشد صنعت و 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی سالهای 2022-2040 در دانشگاه دولتی کلاب به نام عبدالله رودکی از 11 تا 16 اپریل سال 2022 کنفرانس علمی نظریوی هیئت پروفسوران و آموزگاران و دانشجویان عاید به نتیجه گیری کارهای علمی تحقیقاتی در سال 2021 و وظیفه ها برای سال 2022 برگزار گردیده بود که در بینای مأموری دانشگاه جلسه جنبستی کنفرانس گذرانیده شد. در آن رکتور دانشگاه پروفسور میرعلیزاده عبدالسلام مصطفی، معاونان، هیئت پروفسوران، آموزگاران و دانشجویان فعال دانشگاه شرکت ورزیدند. سخن افتتاحی را رکتور دانشگاه دکتر علم‌های پداگوژی پروفسور میرعلیزاده عبدالسلام مصطفی آغاز نموده ضمن برآمدشان قید نمودند که ریاست دانشگاه کلکتیو آموزگاران و کارمندان فعالیت خویش را محض در پرتو دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و دستور سپارش‌های وزارت معارف و علم به راه مانده در سال 2 سپری گشته به یک قطار دستاوردهای تعلیمی و علمی تحقیقاتی نایل گردیدند. در 35 کافدره عملی کننده دانشگاه از روی 18 رویه 25 پرابلم و 28 موضوع آموزگاران به کارهای علمی تحقیقاتی مشغول بوده همساله به طبع و نشر و تهیه رساله و مونوگرافیا و کتاب‌های علمی و تعلیمی توجه خاص ظاهر می‌گردد. در سال 2021 از 558 نفر هیئت آموزگاران 508 نفرشان به کارهای علمی تحقیقاتی مشغول بودند که این به 91 از 3% تعداد آموزگاران دانشگاه برابر است و نسبت به همین دوره سال گذشته 7% زیاد می باشد. در آخر به آموزگاران و دانشجویانی که در کنفرانس فعالانه اشتراک نموده بودند از جانب صدارت دانشگاه با افتخارنامه قدردانی گردیدند.